سوال دیگری میگویند اگر دو برادر بین یکدیگر جنجال کند و گوید که من خانه‌ات آمدم خانه‌ام حرام، این چی معنی دارد؟ یعنی یک آدم نزد خانه برادری شقیقش، یعنی برادری که از پدر و مادر به دنیا آمده است و گفت که اگر من بار دوم اگر به خانه‌ات بیام خانه من برای من حرام افته است. در اینجا هم به نیتی گوینده برمیگردیم. اگر نیتش خانه ام برای من حرام یعنی اهلم برای من حرام، عائله‌ام، زنم، همسرم برای من حرام است، یعنی طلاق است گفته باشد، این یک مسئله. اگر خانه ام برای من حرام است یعنی من به خانه ام دیگه نمی درایم گفته باشد. این البته لفظی سوال مجمل است. اگر خانه ام برای من حرام یعنی به خانه ام نمی درایم گفته باشد، یعنی در اینجا خود را از دو کاری خیر محروم کرده است. یکی به خانه برادرش آمدن که این صله رحم است، ثواب عظیم دارد، و نه آمدنش گناهی کبیره است. قطیعت رحم، کندن علاقه خویشاوندی گناهی کبیره است، این گناه است. دویمش به خانه خودش ندار آمدن به نزد اهل و عائله‌اش که گناهگار میشه، برای اینکه حق آنها باید ادا کرده شد. بعد در کجا خواب میرد؟ باید در دیگر جا خواب رود. خلاصه اگر این یک مسئله دیگر اگر نیتی طلاق کرده باشد چی؟ خب مسئله اول این است که انسان وقتی که همین گونه قسم های نادرست خورد، با پدر و مادرم تا قیامت دیگه گپ نمیزنم، مثلا با برادرم دیگه گپ نمیزنم، یا به زیارت خواهرم نمی آیم گفته قسم خورد، از این قسمش باید برگرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری ثابت است که انی والله ان شاء الله لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر و تحللتها. من اگر قسم به نام الله خورم در یک مسئله، سپس بینم که آن چیزی که قسم خوردم نمیکنم یا میکنم گفته خلافش اولا باشد، من کفاره قسم میدهم و قسمم رو میشکنم. چی معنا دارد؟ یعنی شما که به خانه برادرم نمی بیام گفته قسم خوردید، شما به قسم خود کفاره دهید، تو به خانه برادرتان بیایید. برای آنکه به خانه برادرتان آمدن این ثواب است، عظیم است، بهتر است به جای اینکه نآیید. نآمدن گناه است. اما مثلا شما قسم خورده باشید که مثلا با یک آدمی که شما رو به گناه دعوت میکند، وسوسه به کاری بد میکند، قسم به نام الله که با همین دیگر همصحبت نمیشم گفته باشید و قسم خورده باشید، بله در این قسمتان مستحکم استید. اما در این گونه قسم هایی که مانند با خانه برادرتان دیگه نمی بیایم گفتید، در این صورت قسم خود را شکنید. و کفاره قسم چی است؟ الله تعالی در سوره مائده میگوید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله تعالی با آن قسم های بیهوده که لا والله ولا والله قسم های زبانتان آماده شده است، با آن قسم ها شما را به جوابگیری نمی کشد. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن با آن قسم هایی که با قلب نیت کردید و با زبان تلفظ کردید شما با آن جزا داده می شوید. اگر رفت و قسم خورید کفاره اش چی است؟ کفاره اش به 10 مسکین از طعام میانه که به اهلتان طعام میدهید طعام میدهید. یعنی 10 مسکین را سیر میکنید، یا اینکه مقدار طعام 10 مسکین را به یک مسکین صدقه میکنید. او کسوتهم، یا اینکه به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. یعنی سر و لباسی که نماز خوانده شود، سر و لباسی که عورتهایش را پوشد، نماز خواندن با آن سر و لباس اجازت باشد، به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. یعنی این اختیاری است، خواهید به 10 مسکین طعام میدهید، خواهید به 10 مسکین سر و لباس خریده میدهید. میبینید حاجت مسکین ها و کدامش حاجتشان بسیارتر است. بعد از آن الله سبحانه و تعالی گفت که او تحریر رقبه، یا یک غلام آزاد میکنید. یعنی غلام اگر آزاد کرده نتوانید، خیلی که الله تعالی در دومش میگه که فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلك کفاره ایمانکم اذا حلفتم. پس کسی که این دو را اجرا کرده نمیتواند، یعنی 10 مسکین طعام یا لباس داده نمیتواند و غلام آزاد کرده نمیتواند، فمن لم یجد، کسی که اینها را نتواند 3 روز روزه داشته دهد. این از کفاره قسم های شما. یعنی اگر شما قسم
خورده باشید که فلان عمل را نمی کنم، سپس قسمتان را شکستید، شما کفاره قسم می دهید. یعنی شما کفاره قسم دهید و با برادرتان خلاصه کلام رفت آمد را پیوست کنید و اگر در قلبتان نیتی طلاق کرده باشید، البته چخیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در مجموع فتاوا 4 قول را در این بالا نقل کردن و اختلاف علما آیا انسان با طلاق قسم خورد، طلاق می افتد یا نمی افتد، تمام اقوال علما را بی نهایت به تفصیل بیان کردند که ما خلاصه آن را میگوییم و این طلاق نمی فراید به اهل عائله شما، بلکه این قسم است و شما کفاره می دهید و با همین استغفار می پرسید و اهلتان هم به شما طلاق نکرد نشده است و با برادرتان هم رفت و آمد را پیوست کنید. والله تعالی اعلم و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.